آقایون دوستان، وقت روز همگی بخیر. برف اول داریم. من میخواستم بانیا رو نشون بدم که تموم شده، که ببینیم به چه صورت در اومده. چوبا هست، بانیا هم سونا دیگه. خدمتتون که عرض کنم اینجا وارد میشید. ورود اتاق خواب برای استراحت، برای لم دادن. سقفم بلند به این صورت. خدمتتون که عرض کنم اینم محل استراحت هست، یعنی چیزی استراحتش اینجا هست. این هم به اصطلاح شوفاژ و موتورخونه و همه تشکیلاته به این صورت. اینم سونای ما به این شکلی که امروز آتیش میکنی، فردا استراحت میکنی. من دیروز آتیش کردم، امروز حالا استراحت میکنیم، یعنی میریم توش. داغ شده تا 2-3 روزم داغه. خدمتتون که عرض کنم اینجا آشپزخونه هست. آشپزخونه شیر آبیام همش محصولات ایران هست، از ایران آوردم. تمام شیر دستشویی اینامون همش از ایران اومده. این آشپزخونه. اینجا محل آتیش کردن استیک، ماهی دیگه، هرچی دوست دارین. گازی جو میزنی اینجوری نگاه. درست میکنی. از اتاق خوابم اینجوری پنجره داره، تشریف میارید بیرون. همین صبح که پا شدین از سریع میپرین رو گاز اینجا، یا رو جوجه یا رو کباب یا رو هرچی دوست دارید. اینم اینجا منظره. بشینی کافی بخوری، بعد دیگه استراحت بکنی. اینجا میتونی دراز بکشی، پات بکنی تو هوا. سقفش هم بلنده، مشکل پیدا نمیشه. هر چقدر پات بر تو هوا، یه نزدیک 4 متر هم ارتفاع سقفه. خدمتتون که عرض کنم. بعد وارد میشی اینجا. ما این بشکمون هم کندیم انداختیم دور، اعصابمون خورد شد. هر کارش کردیم هم تو آب میداد. اینجا کردیم دیگه محل استراحتگاه فعلا. چایی، خورمو، بساط. بعد از سونامون هم الان با اجازهتون داغ شده، که یعنی اصلا در حد مرگ. دیروز آتیش بازی کردیم، خیلی داغ شده دیگه. الان دماش نزدیک 90 درجه هست 90 درجه. حالا این آبم که بریزی توش حسابی داغ میشه. اینم دوشکه، با اجازه دوشک بندازی. اجوریه دیگه. وای نگاهی نمکا چه جور شده. اینم از بانیا با اجازتون. بله دیگه بعد از 2-3 سال پدر صاحبمون در اومد تا دیگه. البته هنوز خورده کاری زیاد داره، ولی خب کل عمر اجمعین دیگه تموم شده. خب روز و وقت تمام دوستانم بخیر.